یه پیمونه آب، یک و نیم قاشق غذاخوری نشاسته ذرت میریزیم. مخلوطش میکنیم. چند دقیقه روی حرارت ملایم هم میزنیم تا غلیظ بشه. دوستان توجه بکنید نشاسته ذرت با آرد ذرت متفاوته. خب نشاسته ذرت و آبمون تقریبا غلیظ شد. غلظتش رو میبینید؟ حالا 3 قاشق رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم تا کاملا مخلوط بشه به صورت یک نواخت. ببینید غلظتشو. البته این وقتی سرد بشه غلیظ‌تر هم میشه. حالا ادویه ها رو اضافه میکنیم. ادویه ها کاملا دل بخواه. آویشن، پودر سیر، فلفل، نمک، شکر، فلفل قرمز و هر ادویه‌ای که به سلیقه خودتون دوست داشتین اضافه کنید. سس‌های گوجه فرنگی بیرون شیرین هستن. اگه که دوست داشتین بهش شکر اضافه کنین. کاملا سلیقه‌ایه. من اینجا 2 قاشق شکر بهش اضافه کردم. اندازه 3 تا 4 قاشق غذاخوری سرکه سفید بهش اضافه میکنم. هم طعمش رو بهتر میکنه هم مانع از فسادش میشه و میتونیم طولانی مدت تو ظرف دربسته توی یخچال نگهداری کنیم. خب سس ما چند دقیقه روی حرارت پخته. ادویه‌ها طعمش آزاد شده و آماده است. توی ظرف سرو میریزیم و نوش جان. خیلی رنگ و طعمش به نظر من از سس‌های آماده بیرون بهتره.